سلام و صبح شما بخیر بیننده ارجمند. ساعت در دوشنبه 9 روز در شهر پراگ 6 صبح است و در برنامه امروز چهارشنبه 1 آگوست ماه آخرین تابستان امسال من طاهر سفر با شما هستم. امیدوارم روزی خوبی را شروع کردید و در صبح امروز خبری خوب برای ساکنان خوجند داریم. امروز ساکنان و مهمانان مرکز ولایت سوخت رایگان سوار اتوبوس های نو می شوند. مأمور یوسفزاد سخنگوی رئیس شهر خوجند گفت که در روز اول به پول مسافر کشانی کردن 25 اتوبوس نو الیاس که چند پیش به خوجند آوردند با دستور رئیس ولایت صورت می گیرد. بعد از این تا جاری کردن پرداخت کارت راهگیری در این اتوبوس ها قیمت راهگیری در اتوبوس ها یکسانی میماند و همین ماه راهگیری نقلیات مسافربری جمعیتی در ولایت سوخت از 20 تا 30% قیمتش بالا رفت. هفته گذشته به ولایت سوخت به مرکز ولایت سوخت 25 اتوبوس لیاز آوردند و قرار است 75 اتوبوس دیگر نیز در مرکز ولایت به مسافر کشانی شروع کنند. و میرویم بعد دوشنبه که در آنجا دیروز رهبران کمیته رشد سیاحی و مدیران 43 شرکت سیاحی در تاجیکستان مسئله امنیت سیاحان را بررسی کردند. در این جلسه گفتند که برای تامین امنیت خارجیانی که به سیاحت به تاجیکستان میآیند شعبه نوی ملی سیاحت تأسیس داده شده است و وظیفه آن تامین امنیت، رهبری سیاحان، دادن معلومات ضروری به آنها، کمک رساندن به سیاحان و پیشگیری از جنایتکاری نسبت به سیاحان است. جلسه بعد از آن صورت میگیرد که روز 29 ایول طور میدانید در ناحیه دنغره یک گروه مسلح با کارد و تبر 4 سیاحی خارجی را کشتند و 3 نفر دیگر را زخمی کردند. دادستانی کل تاجیکستان دیروز گفت که در رابطه با حمله به سیاحان خارجی در دنغره با علامت‌های تروریسم و آدمکشی پرونده باز کرده است. دادستانی در این بیانیه روز 31 آگوست گفت در محل حادثه هنگام حمله 6 نفر بودند و حمله‌وران پس از با ماشین زیر کردن دوچرخه سواران خارجی به آنها با کارد و تبر حمله کردند. در نتیجه 4 نفر کشته شدند، از جمله 2 آمریکایی، 1 شهروند هلند و 1 سیاح شویتزاریا. وزارت امور داخلی تاجیکستان از این پیشتر با نشر یک بیانیه مخصوص و طولانی گفت در نتیجه عملیات برای بازداشت متهمان به حمله 4 نفر متهمان کشته شدند، 4 تن دیگرشان را دستگیر کردند. وزارت گفت که فرمایشگر حمله عضو فعال حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است. اما در واکنش به اظهارات وزارت، ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی با پخش بیانیه گفت که اتهامات دست داشتن این تشکل سیاسی به حمله بی‌پایه و غیر منطقی است. و در تحولات دیگر روز 31 ایول وبسایت اعماق، یک منبر تبلیغاتی گروهی به نام دولت اسلامی و داعش، نواری را نشر کرد که در آن 5 نفری که به کشتار سیاحان خارجی در دنغره متهم می‌شوند به ابوبکر البغدادی رهبر داعش سوگند وفاداری می‌دهند. پیشتر از نشر ویدیو گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. در ویدیو 5 نفر دیده می‌شوند که وزارت امور داخلی صبح 31 ایول عکس‌های جسد بعضی از آنها را در وبسایت خود نشر کرد. در نوار گروه 5 نفری زیر پرچم سیاهی داعش نشستند و منظره‌ای که در نوار دیده می‌شود شبیه بلندی است که در بالای آب انبار نارک دیده می‌شود و این ویدیو را طوری گفتیم روز 31 ایول نشر کردند. در رابطه با این حادثه هر تحولاتی نوی شد به شما خواهیم گفت. و در این روزهای گرم تابستان یک خبر دیگر، اندازه اکسیز آب آشامیدنی در تاجیکستان که چند پیش بالا رفت نتیجه یک اشتباه بوده است، یعنی خطا. قرار 3 مرتبه بالا بردن اندازه اکسیز برای آب آشامیدنی گازدار و بیگاز در تاجیکستان که روز 9 ایون صادر شد اصلا به محصولات وارداتی دخل داشته است، نه تولیدات داخلی. مقامات میگویند که هنگام تهیه متن قرار حکومت یک نافهمی شده است که اندازه آبهای استحصال وطنی را هم بالا بردند. طبق قرار حکومت تاجیکستان از 9 ایون سال جاری در برابر محصولات دیگری اکسیزی ارزش اکسیز از آب آشامیدنی گازدار و بیگاز را هم بالا بردند. قرار 3 مرتبه بالا بردن اندازه از آب آشامیدنی به خصوص در گرمای سخت تابستان در تاجیکستان باعث نگرانی تولید کنندگان و هم میزبان شد. در صحیفه های مطبوعات نیز چندین مطلب نشر رسید که در آن قرار حکومت را تنقید کردند و گفتند که مشتریان قدرت خریدن آبی را که در تاجیکستان فراوان است ندارند. و طبق معلومات در شهر دوشنبه، فقط در شهر دوشنبه 8 کارخانه تولید آب آشامیدنی هست و فعالیت میکنند. و از خبر بین المللی، 3 روزنامه‌نگار روسیه اورخان جمال، نواربردار کریل رادچنکو و کارگردان آنها الکساندر راتورگویف که در جمهوری
افریقای مرکزی برای طرح شرکت خصوصی نظامی واگنر فیلم مستند آماده می‌کردند به هلاکت رسیدند. هلاکت این گروه خبرنگاران را دفتر سازمان ملل متحد در افریقای مرکزی و کارمندان محلی تصدیق کردند. و گفته یکی از منبع‌ها شهروندان روسیه را در یکی از پاسگاه‌ها منع کردند. آنها از پایتخت جمهوری بنگی به سوی شهر دیگر روانه بودند. معلوم نیست که با روزنامه‌نگاران چی واقعه رخ داده است. و برمیگردیم به تاجیکستان و به نشست خبری آژانس ضد فساد که چند پیش گفت برق تاجیک 8.4 میلیون سومانی ضرر مالیوی داشته است. سلیمان سلطانزاده دیرکتور آژانس روز 1 آگوست در حضور خبرنگاران در دوشنبه گفت تفتیش مالیوی را در برق تاجیک انجام دادند و ضرر مالیوی معین شده است. سلطانزاده نگفت که این چگونه ضرر است و آژانس عمدتاً تحقیق میکند که تا کجا مبلغ‌های دولتی درست و هدفمندانه خرج میشوند. و بیننده عزیز، اخبار و گزارش‌های بیشتر را میتوانید در وبسایت azadi.org بخوانید. در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب هم ویدیوهای ما را میتوانید ببینید و گزارش‌ها را تماشا کنید. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک اگر باشد آنجا هم خبر و گزارش‌ها را میگذاریم. در ادنکلاسنی که پس باشید در آنجا نیز میتوانید ما را پیدا کنید و خبر و گزارش‌های ما را بخوانید. همین گونه خب تا چند ساعت دیگر برنامه خبری رادیو آزادی هم شروع می شود. می توانید گزارش های تازه را در آنجا ببینید. برنامه ساعت 1 به وقت پراگ، ساعت 4 به وقت دوشنبه شروع می شود. اگر در مسکو هستید در آنجا ساعت 2 ما را تماشا کنید. از یادتون نرود آزادی ویدیو کانال ما هست در یوتیوب، azadi.org وبسایت رادیو آزادی هست و رادیو آزادی صفحه رادیو آزادی در فیسبوک است و گروه رادیو آزادی هم در ادنکلاستی که داریم. منتظر شما میمانیم.